وای به حال شخصیتی که استفاده نبود. فإن الشقی من حرم رحمت الله فیه. از همه بدبختترین شخصیت، از همه محرومترین شخصیت، از همه پسترین شخصیت، از همه بیقدرترین و بینصیبترین شخصیت همون انسانی است که از لحظه های ماه رمضان استفاده نبود، روزه نگرفت، نماز تراویح نخواند، از خدا نترسیده بیعذر در بین مردم آشکار روزه خورد و امروز شرم نداشته، از بنده های خدا شرم نمی داشت، اما امروز از خدا شرم نداشته. نماز عید آمده است. نماز عید کجا میای برادری بزرگوار؟ نماز عید امروز برای کی است؟ این خرسندی و شادی برای کی است؟ امروز تبریک نصیب برای کی است؟ برای شخصیتی که از این ماه روزه گرفته، برای شخصیتی که از لحظه های نورانی این ماه استفاده برده.